بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، خدا کنه که صحت و سلامت باشین. لکچر دوم ما و شماست و مضمون بیولوژی است، صنف نو. پیش از اینکه درس خود آغاز کنیم، یک دانشمند است به نام سیسرو. او میگه که اتاق بدون کتاب همانند جسم بدون روح است. یعنی که در چهار طرف شما کتاب نباشه، در طول 24 ساعت شما مطالعه نکنین، کتاب نخوانین، مثل جسمی هستین که روح نداشته باشین. پس شما وقتی خود با کتاب سپری کنین، درس بخوانین و از این فرصت استفاده کنین. میریم به درس اصلی خود. در درس گذشته ما و شما در سیستم هاضمه اعضا را معرفی کردیم، از علوی و سفلی. همچنان در رابطه با هضم صحبت شد. امروز به ترتیبش میخوانیم سلیوری گلندز یا غدوات لعابیه چی است. ما و شما در جوف دهن غدوات داریم به نام سلیوری گلندز یا غدوات لعابیه. این سه نوع غده است. دو غده به نام پیروتید گلند یاد میشه که از این قسمت گوش شروع میشه تا لبه گوش به هر دو طرف، رایت لفت، راست و چپ می باشه، که از این یک کانال در قسمت دندانهای مولر پری مولر پایین شده. دوم در غدوات لعابیه غدوات زیر آلاشه پایین است یا سب مندیبولر گلند در این قسمت می باشه که به تعداد زیاد وجود داره. و همچنان غدوات زیر لسان است، زیر زبان است، به نام سب لینگوال گلندز. پس غدوات لعابیه سه نوع است: غدوات پاروتید یا پیروتید گلندز، غدوات زیر آلاشه پایینی یا سب مندیبولر گلندز و غدواتی که زیر زبان است یا سب لینگوال گلندز. این غدوات در هضم نشسته کمک میکنه. همچنان زمانی که ما بولس یا لقمه را میخوریم او را نرم میسازه و به آسانی او بلیده میشه. موضوع دیگه حلقوم یا فرنکس است. به ترتیب در کانال سیستم هاضمه ما و شما حلقوم میخوانیم. حلقوم یا فرنکس پایین تر از جوف دهن قرار داره. حلقوم مانند یک چاره‌ای است که یک کانال یا یک راه به طرف نزل کاویتی یا به طرف بینی داره، یک راه به طرف نل هوایی داره یا ترکیا، همچنان یک به طرف میری یا اسافگس و یک به طرف از طریق دهن اورال کاویتی به بیرون. در حلقوم دو ساختمان مهم است. یکی را میگه اپیگلوتس و یکی را میگه یولا. یولا و اپیگلوتس این را میگه زبانچه اپیگلوتس، زبانچه حلقوم، و این را میگه زبانچه کام. یوویلا وظیفه عمده‌اش است که مواد غذایی را، آب را، مایعات را اجازه نمیده که به طرف نزل کاویتی یا به طرف جوف بینی بیاید. و اپیگلوتس در زمان بلعیدن غذا مجرای تنفسی را بسته میکنه و غذا یا مایعات را نمیمانه که به طرف نل هوایی بره. این دو ساختمان عمده حلقوم بود. بعد از اون میریم به ساختمان سوم به نام اسافگس یا میری است. میری از عضلات لشم یا سموت مسل ساخته شده. میری تقریبا 25 سانتی متر طول داره. وظیفه عمده میری است که مواد غذایی را، لقمه‌ای که جویده شده او را از حلقوم به معده میرسانه و یک قسمت یعنی نهایت علویش با حلقوم وصل است و نهایت سفلی یا پایینیش با معده وصل است. چه قسم در میری غذا به طرف معده میاد؟ به شکل امواج، پریستالتیک موشنز ایره میگم. پریستالتیک موشنز یعنی به شکل حرکات موجی، به شکل موج. این قسم غذا در مثلا اگه یک لقمه غذا باشه به این شکل میآید و بالاخره میرسه به طرف معده. میریم به طرف معده یا استامک. معده چی است؟ معده یک عضو مجوف است، داخلش خالی است. اول ساختمانش میخوانیم. معده چند قسمت داره. یک قسمت میگه لارج کرویچر یا انحنای بزرگ. این قسمت چه میگه سمال کرویچر یا انحنای صغیر کرویچر. اینجا به نام کاردیاک اسفنکتر یک معصره است به نام کاردیاک اسفنکتر. وظیفه‌اش میخوانیم باز. اینجا که است پایلوریک اسفنکتر یک وال است
پایلوریک سفنکتر یا مسیره پایلور. یک قسمت که است به نام پایلور یاد میشه و این قسمت که است به نام فندس یا عنق معده یاد میشه و این قسمت جسم یا بادی است. این ساختمان شد. موقعیت معده کجاست؟ لوکیشن. معده به طرف چپ زیر حجاب حاجز قرار داره و به طرف راستش جگر موقعیت داره و به طرف سفلی و خلفش پانکراس موقعیت داره. همچنان در خلفش میتونه سپلین یا تیلی را بگیم که اون موقعیت داره. خب وظیفه هر قسمت میگم. کاردیاک اسفنکتر یا مسیره قلبی وظیفش چی است؟ وظیفش است که زمانی که غذا به طرف معده بیاید اجازه نمیده که پس به طرف بالا بره. از خاطر زمانی که یک کس دلبند میشه استفراغات برش پیدا میشه بسیار سرش فشار میاد، چون این برعکس باز میشه. قسمت فندس است که زیادتر در این قسمت غدوات وجود داره و در هضم رول داره. همچنان قسمت بزرگ است که به نام جسم یاد میشه. مواد غذایی در اینجا نگاه میشه برای 3 الی 4 ساعت و بعد از 3 الی 4 ساعت نظر به ترکیب غذا فرق میکنه. هر غذا چقدر باید در معده باشه تا که هضم شود و این قسمت به نام پایلور یاد میشه و پایین اینجا یک مسیره است به نام پایلوریک اسفنکتر یا مسیره پایلور. این مسیره اجازه نمیده قبل از اینکه غذا هضم شود به طرف روده های کوچک بره. خود 4 طرف عضلات معدکی است از عضلات سموت یا لشم ساخته شده که به 3 نوع است. عضلات طولانی است به این شکل، همچنان عضلات مائل است در ترکیبش و عضلات دایروی است به شکل دایره. یعنی خود جدار معده از 3 نوع عضلات لشم ساخته شده که سرکولر است، دایروی، لانگیتودینال، طولانی است، همچنان به شکل اوبلیک یا مایل است. وظیفه عمده معده ای است که مواد غذایی را هضم کنه. در معده تذابی وجود داره به نام HCl. تذاب HCl با یک ماده غیر فعال به نام پیپسینوژن یک جای میشه و این ماده که غیر فعال است این را فعال میسازه و این تبدیل میشه به پیپسین. پیپسین یک ماده فعال است، زیادتر پروتئین ها را هضم میکنه. HCl تذاب معده است، قوی ترین تذاب است که باعث هضم مواد غذایی میشه. تا زمانی که HCl نیست، اگر پیپسینوژن است، HCl باعث این میشه که پیپسینوژن فعال شه. پس هر کدامی از این باید باشه. اگر HCl نباشه پیپسینوژن فعال نمیشه. اگر پیپسینوژن است اگر پیپسینوژن نیست HCl است، باز تنها HCl وظیفه را اجرا کردن نمیتونه. پس HCl زمانی که با یک ماده غیر فعال با نام پیپسینوژن یک جای شوه با پیپسین تبدیل میشه و بعد از پیپسین در هضم مواد پروتئینی امینو اسیدز رول داره. دیگه بعد در چیزی که هضم نمیشه در معده عموما زیاد شحم است، لیپیدز است که در معده هضم نمیشه و اون میره به طرف روده های کوچک که باز هضم میشه در روده های کوچک میخوریم. این بود معلومات کمی خلاصی در رابطه با سیستم هاضمه تا به معده نظر به سوی صنف 9. اگر شما کدام سوال یا پیشنهاد داشته باشین میتونین که از طریق واتساپ یا تلگرام با ما تماس شوین. این لکچر دوم بود. شما چینل یوتیوب را سابسکرایب کنین و ویدیو را دانلود کنین. وقت خوش.